این دیاری به خانه نرسیدم. بنفشه بنفشه تو اینجا چیکار میکنی؟ آدم خان تصمیم داری به قریه بری؟ چی؟ تو از کجا خبر شده؟ اولا ما گفتیم یک بار بریم به قریه، پیش پدر مادر خود بسیار وقت میشه نرفتیم، دیقه آوردیم. بسیار خوب است، برو. فامیلیت هم پشت دق شدن، خصوصا بیبی شیرین. چی؟ نه من پیش فامیل خود میرم، من پیش پدر مادر خود میرم. خب بیبی شیرین هم جزی فامیل من میشه دیگه. دیگه خانواده ما بسیار برای ما مهم است. ها آدم خان، من میفهمم که بیبی شیرین بخش مهمی از زندگیت است. تو باید بری پیشش. من خوب برات گفته بودم که ما و تو باید خداحافظی کنیم. دیگه خداحافظی میکنیم. ما یک سال است که عاشقت هستیم. تو یک بار ماست که خدا پاس نکرده که ما ببینیم تو چطوری هستی. الان برو دیگه، برو که ما میریم، سر من وقت میشه. ای دو چشمانت چمن استغفرالله بنفشه ندی هوردی. داغ چشمت خورده بر چشمان من. چیه بنفشه؟ ما از خودیم خواستای خودیم برای مهم است. خانواده ما مهم است. نه نیست بیبی شیرین، نیست مهم نیست هیچ کدامش. ما خواستای خودیم برای مهم است. ما نمیرم، ما هستیم. آدم خان چی میگی؟ تو چی خانوادت مهم نیست؟ خواستایت مهم است. چی میگی؟ چرا نمیایی؟ ما تا چی وقت داخل موتر مسئلت باشیم؟ جناب بخی پرشته نه هور بنفشه چی شد؟ نم آدم خان لکه بریم که وقت میشه. خو میبینی که چی بلا بنفشه کجاست؟ بیا بریم که وقت میشه. چی؟ ای خدا، چرا ما گفتیم ماسک خدا پاس کنم؟ حالا چیکار کنیم؟